همین اول کاری بگم که قرار نیست فقط درباره شکست ماینکرافت صحبت کنم و میخوام درباره فاجعه هایی که هوادار تو سینما ساختن صحبت کنم و اینکه چطور این فاجعه ها یه جورایی باعث موفقیت فیلم شده و البته آخر ویدیو یه ولاگ کوچولو برای سینما رفتن و دیدن ماینکرافت گذاشتم، پس حتما تا آخر ویدیو رو ببین. من یه ویدیو اوایل فعالیتم تو یوتیوب ساختم درباره تیزر ماینکرافت که مثل بقیه حدس می‌زدم که قراره فیلم بدی بشه که همینطورم شد، ولی چرا همچین فاجعه‌ای تا الان پرفروش‌ترین فیلم 2025 شدش؟ همونطور که گفتم خیلی از همون تیزر اولیه ماینکرافت متوجه شدن که چه چرت و پرتی قراره ساخته شه و برای همین انتظاراتشون رو از فیلم صفر کردن. پس وقتی با انتظار صفر و جدی نگرفتن فیلم خوشگذرونی به سینما میری، میتونی از فیلم نهایت لذت رو ببری. ولی طرفدارای ماینکرافت یکم زیادی داشتن از این فیلم نهایت لذت رو میبردن. فیلم پر از تیکه‌های مسخره و کرینج بودش، مثل I am Steve یا Chicken Jockey. ولی این کرینج بودن از اون ور زد بیرون و ملت خوششون میومد و اینا رو تو سینما داد و فریاد میزدن دست جمعی. تا حدی این مسئله اوکی و قابل درکه، ولی همینجا تموم نمیشه و یه جاهای انقدر فراگیر میشه که ملت چیز میز پرت میکنن تو هوا و خب برای فیلم ماینکرافت خیلی از بچهای کوچیک با پدر مادرشون میان و واقعا براشون اذیت کننده است. حتی جز این مسئله برای کارکنای تو سینما هم اذیت کننده است، چون بعداً باید کثیف کاری ملت رو تمیز کنن. ولی متاسفانه باز اینجا هم تمومی نداره و از حدش میگذره و بعضی جا مجبور میشن که فیلمو متوقف کنن تا به بقیه هشدار بدن که حرکتی نزنن و حتی تابلو هم براش گذاشتن. ولی خب ملت حرف گوش نمیدن و حتی کار به آتش سوزی هم میکشه که پلیس هم مجبور میشه وارد کار بشه. یعنی اگه بقیه یوتیوبرهای خارجی حالت عادی برای کلیک بیت بودن چیزی از کلمه اینسین توی تایتل یا تامنیلشون استفاده میکنن، برای ویدیوهای مربوط به سینمای ماینکرافت واقعا میتونن از این کلمه استفاده کنن و میتونین ویدیوهاشون رو با سرچ زدن ماینکرافت مووی چیکن جاکی ریاکشن ایز اینسین تو همین یوتیوب ببینید. حتی بعضی مثل استیو لباس میپوشیدن و میرفتن سینما که منو یاد قضایای مینیون 2022 میندازه که اگه دوست داشتید ویدیو درباره اونم میتونم بسازم. که البته این حرکت رو مستر بیست هم زدش که انگار مستر بیست معروف به اینه که وقتی سیو انجام میده اون ترند میخوابه. حداقل تو این موضوع ثوابی میکنه تا دیگه کسی سمت آتش سوزی نره. و بازم مثل همیشه که گفتم این قدرت میم رو میرسونه که چطور یه چیز چرت و پرت میتونه چه خرابیایی به بار بیاره. هرچند حقیقتا من این بر سینما رفتم همچین صحناتی نبود متاسفانه، چون خیلی دوست داشتم پلیس بندازتمون زندان. داداش جرمت چیه؟ تو سینما داد زدم. Chicken Jockey. اول به طرف گفتم نمیخوام فیلم ببینم و واقعا نمیخواستم برم ماینکرافت ببینم. من فقط بذار بیام من از اتمسفرش یه فیلمی چیزی بگیرم. گفت نه بدون تیکت نمیذارم. گفتم داداش یوتیوبرم. گفت نه رفت نداره به من مربوط نیست. رفت اعصابم نداشتش واقعا. رفتم بعد ازش تیکت خریدم. رفتم تیکت خدمات بهش نشون دادم. گفتم بخاطر تو فقط خریدم. گفت باش چیکار کنم؟ زود اعصاب نداشت. واقعا هم اتمسفر خاصی برای فیلم گرفتن نداره. رفتم اینم برای خودم خریدم که چون واقعا هیچ نخوردم اومدم بیرون. بعد میگم اتمسفر خاصی واقعا نداره. باید برم دقیق‌تر فیلم بگیرم. کلاً هم میگم واقعا چیز خاصی نداره. این ساندربولت که یک می میاد دیگه این چرت و پرتان پاندای کنگ فو کار رفت. بعد کاراته کی یارو نمیدونم چی یعنی هیچ نداره. حتی فیلم بگیرم سوپر ماریو امنگم بکنم آهنگش کپی رایت رو دهنم رو سرویس کنم. کلن تنها چیزی که مربوط به ماینکرافت همین. فیلم ماینکرافت یه جوری اصلا انگار نیاز به تبلیغ نداشت و همین که این میما و حواشی براش ساخته شد کافی بودش تا به پرفروش ترین فیلم 2025 تا الان تبدیل بشه. اما این پایان حواشی ماینکرافت بود 100% نه. این فیلم حتی اکشن فیگوراش هم چرت و پرت بودش. قبول بعضیاشون رو شاید بشه تحملشون کرد، ولی اکشن فیگور استیو، منظورم استیو عادی نیست، منظورم استیو جک بلکه. همونطور که تو ویدیو قدیمی هم گفتم نمیشه که تنه یه مرد میان سال یه شلوار و لباس آبی بکنی بعد بگی استیو. آخه اکشن فیگور جک بلک که دستش شمشیره چطور میتونه برای بچه‌ها جذاب باشه؟ اگه دست شمشیر ماینکرافت نبینی واقعا به زور تشخیص میدی که این اصلا به ماینکرافت مربوط میشه یا نه. اینا هم چشمم خوردش گفتم فیلم بگیرم ازشون. لگوهای مختلف از ماینکرافت همش برای بازیاشه، فقط اون یکی برای فیلمشه که یه صحنه از فیلمه که با جوجه مبارزه میکنن. خب درست پولم به اونا نمیرسید، ولی خب حداقل تونستم از مکدونالد یه دونه اسباب بازیشو بگیرم
که واقعا به نظرم بسته بندیش هم به نوع خودش جالبه که خود صندوقچه‌های ماینکرافته و روش هم یه ام زده و بالاش هم حالا کریپر هستش و خب انگار فکر کنم 3 تا چیز میتونه توش باشه. اولیش اسکلت هاست که تیر کمون میزنن، دومیشون روح پرنده هاست، حالا نمیدونم بهش گوست میگن یا نه، همونا که تو جهنمن. سومیش هم زنبور، حالا نمیدونم کدومه، باید باز بکنم ببینم، هنوز نمیدونم واقعا. چجوری باز میشه؟ واقعا چرت و پرترین چیز ازش در اومد که اصلا توقعش نداشتم. یه دونه مرغ سوخاری بودش که حالا طبیعیه به خاطر مکدونالد، ولی خب توقع داشتم یه دونه از اون 3 تا چیزی باشه که نام میبرم، ولی یه دونه کارت ازش بیرون اومد که واقعا قشنگه. یعنی این طلایی بودن و فانتزی بودنش واقعا جالبه. پشتش هم یه دونه کد داشتش که انگار یه دونه اسکین از ماینکرافت میده، ولی خب کد رو زدم کار نکردش متاسفانه. درباره خود فیلمم اگه بخوام صحبت کنم بدون شک مشکل زیاد داشت. مثلا جیسون موموا تو نقش یه لوزر بودش که واقعا تنها چیزی که به ایشون نمیاد لوزر بودنه. یعنی حتی لوزر بودنش هم تو فیلم انگار یه انسان خفنه. درسته که میگن این فیلم برای بچه‌هاست، ولی دلیل نمیشه که یه فیلم برای بچه‌ها باشه و فیلم بدی بشه. خب همونطور که تو ویدیو قبلی میگفتم کلی نسخه فن مید و انیمیشن قدیمی و حتی هوش مصنوعی هستش که میشه گفت از خود فیلمم بهتر ساختنشون. و شاید بگید چون فیلم بودجه کمی داشتش همچین گندی به بار آورده، ولی نه، متاسفانه بودجهش هم واقعا زیاد بودش. فیلم تقریبا میشه گفت هیچ چیز خوبی نداره اگه طرفدار ماینکرافت نباشید. ولی خب مطمئنم اگه این ویدیو رو داری میبینی به خاطر اینه که طرفدار ماینکرافتی، پس پیشنهاد می‌کنم حداقل یه بار فیلمو سرسری ببینیش، چون حداقل دیدن یه سری چیزاش برای فنای ماینکرافت میتونه رو پرده سینما جذاب باشه. دقیقاً چیزی که تو سینما هم میدیدم. بعضی وقتا چند تا بچه یه آیتمی از ماینکرافت میدیدن و اسمشو داد میزدن. بچه جون خفه شو بذار فیلممو ببینم. هرچند که واقعا پتانسیل خیلی زیادی داشتیم فیلمو میشد داستان بهتری براش ساختم و مثلا آخرش با اژدها بجنگن به جای این داستان آبکی که اصلا اون 5 تا 10 دقیقه اولش میشد تا آخر فیلمو حد زد. بهترین توصیفی که از این فیلم شنیدم اینه که این فیلم درباره ماینکرافت نیستش، این فیلم درباره زندگی جک بلک تو دنیای ماینکرافته، چون خودش هم انگار عاشق ماینکرافته و انگاری اول قرار بودش جیسون موموا نقش اول باشه، ولی چون هیچ شناختی از ماینکرافت نداشتش دادنش به جک بلک. اون آهنگای چرتی که وسطش میخونه. راستی بحث آهنگ شد، متاسفانه از ساوندترک های خود ماینکرافت هم انگار نشد استفاده بشه وسط فیلم، چون سازنده اون ساوندترک های بازی با خود استودیو سازنده فیلم کنار نیومدن یا همچین چیز. اینو حقیقتا کامل مطمئن نیستم. اما یه صحنه واقعا زیبا داشت که ادای احترام به یوتیوبر قدیمی ماینکرافت یعنی تکنوبلید خدا بیامرز بودش که از 2013 تا 2022 که سرطان گرفتش فعالیت داشت تو یوتیوب و به خاطر بامزه بودنش و خوب بودنش تو پی وی پی ازش یاد میشد و کلا خیلی فرد محبوبی تو کامیونیتی ماینکرافت و حدوداً 20 میلیون ساب داره که حتی تو خود بازی ماینکرافت هم ازش یاد میشه. دوست این تنها جایی که فیلم برای من جالب و خنده دار بودش جایی بودش که ویلیجرها حضور داشتن و میگفتن ولی میدونی چیه، من این ویدیو رو برای تو میسازم، پس حتما نظرتو بهم بگو. اگه فیلمو دیدی و لایک کن و ساب کن و کامنت بذار که دوست داری ویدیو بعدین درباره چی باشه.